دکتر حالا ما فهمیدیم دیابت چی، ریسک فاکتورها یا همون عوامل ایجاد شدهشون هم متوجه شدیم. حالا چیکار کنیم که دیابت نگیریم؟ خب نگاه کنیم، وقتی که فرد، خیلی مهمه که افراد بدونن آیا فاکتور خطر برای دیابت نوع 2 دارن یا خیر. چون دیابت نوع 1 قابل پیشگیری که نیست، خب ایجاد میشه، ولی مهم دیابت نوع 2 هستش که هم خیلی شایع‌تر هستش، هم قابل پیشگیری هستش. خب یا اینکه اگر ایجاد بشه میتونیم مثلا اگه که فرد فاکتورهای خطرش هم داشته باشه، با این اقدامات محافظتی که میتونه در پیش بگیره، میتونه روند ایجادش رو به تأخیر بندازه. خب بنابراین افراد بایستی بدونن فاکتورهای خطر چی هست. اگه این فاکتورهای خطر هست جهت ابتلا به دیابت نوع 2 کدوم از این فاکتورها رو دارن، راه حلش چیه این فاکتور رو از بین ببرن. گفتم شایع‌ترینش اضافه وزن یا چاقی هستش. بنابراین افرادی که اضافه وزن یا چاقی دارن واسه حتما بکوشن تلاش کنن با رژیم غذایی مناسب، که ما حتما تاکید میکنیم که به متخصص تغذیه مراجعه کنن که رژیم غذایی که ایدئال هستش برای وزن اونها، برای سن اونها، اینکه آیا بیماری کلیوی، قلبی، کبد، چربی خون، یعنی برنامه‌ای که تمام مسائل بیمار رو درش گنجانده نمیشه، بتونه کنترل کنه و تو این راستا پیش بره که فرد حتما وزن کم کنه. ورزش هستش، فعالیت بدنی، این که افرادی کم تحرک هستن حتما باید فعالیت بدنی راجع به ورزش گفتی، اصلا ورزش، رابطه‌ای بین ورزش و ابتلا به دیابت وجود داره اصلا؟ نکنید کم تحرکی، بی فعالیتی خودش یک فاکتور خطره برای ابتلا به دیابت نوع 2. چرا؟ چون باعث ایجاد مقاومت به انسولین خواهد شد. بنابراین ما افرادی که کم تحرک هستن، مثلا افرادی که حرفشون پشت میز نشین هستش، ما همیشه توصیه و تاکید داریم که فعالیتشون رو بیشتر کنن، که در واقع این سایه، یک خطری که در واقع دیابت نوع 2 دنبال اونها هستش، این سایه رو محو کنن. بنابراین ورزش، پیاده روی، قدم زدن نیازی نیست که حتما فرد وقت بذاره بره باشگاه، هزینه کنه بره باشگاه. فقط اینکه فرد انگیزه داشته باشه، فعالیت بدنی در حد پیاده روی، قدم زدن‌های سریع رو داشته باشه، خیلی کمک میکنه به اینکه انسولین در بدن نقشش رو بهتر عمل کنه. و وقتی که انسولین نقشش رو بهتر عمل کنه یعنی اینکه قند بهتر کنترل میشه.